طوری معلوم اکثر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان که با روسیه نظامی روابط ندارند بر اساس پتنت کار میکنند. سال 2025 شهروندان خارجی تقریبا 2.3 میلیون پتنت و یا اجازه کار در روسیه را گرفتند. طبق قاعده‌های پیشنهادی کارگرانی که توسط نظام نو به کار جلب میشوند پس از آمدن به روسیه حق ندارند تا ختم مهلت قراردادی کاری با یک مؤسسه به کارخانه دیگر یا منطقه دیگر رفته کار کنند. مقامات میگویند هدف به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت است. روسیه همچنان برای مهاجران کاری در قلمرو کشورهای سابق شوروی و تمام جهان جذاب باقی میماند. جلب سازمان یافته هدفمندانه مهاجران کاری باید یگانه راه کاری موسمی برای مهاجران باشد. فرموله آمد، کار کرد، پولش را گرفت، برگشته رود باید به هیچ استثنا اجرا شود. مسئله بر روسیه آوردن اعضای خانواده های مهاجران اصلا نباید باشد. کارشناسان مهاجرت از حالا نگران سرنوشت مهاجرانی هستند که در آینده و شاید بر اساس قاعده‌های نو برای کار و پیدا کردن درآمد به روسیه بیایند. آنها آرزو دارند که از همین راه مهاجران را به غلام تبدیل دهند. هیچ جنبه مثبت ندارد زیرا مهاجر به کارفرما سخت پایبند می شود. تجربه جلب سازمان یافته مهاجران ازبک در گذشته نشان داد که چگونه یک کارگر را مثل غلام 350 روبلی به غلامداران می فروختند. طلبات این بود که مزد کارشان کمتر از مزد حداقل نباشد و آنها همین گونه معاش تعیین کرده بودند. طلبات این بود که کارفرما کارگران را با جای خواب تامین کند و آنها 10 آدم را به یک واگن پر از کنه و نانخورک جای می کردند. طرح آزمایشی 4 ساله که قرار است از 1 ینور سال 2027 تا انجام سال 2030 ادامه یابد در 87 منطقه روسیه به استثنای ولایت و شهر مسکو عملی می شود. مقامات روسیه تخمین می کنند که طرح نو می تواند به کار بیشتر از 1.7 میلیون کارگر خارجی از جمله تعداد زیادی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی اثر گذارد. به عقیده کارشناسان حتما اثر می گذارد و اثری بد. من این قانون را خواندم. با باوری میگویم که هیچ چیزی خوبی ندارد. عاقبت‌هایش نه تنها برای مهاجران تاجیک بلکه تمام مهاجران ناخوب می شود. زیرا نصفی از آنهایی که حالا به روسیه می آیند دیگر آمدن نمی توانند. مثل وقت‌های پیشین بعد میانه‌روها پیدا می شوند که روی خط آماده می کنند تا پیشتر به روسیه بیایند اجازه کار بگیرند. مثل پیش می شود که اجازه برای کار 1000-2000 روبل بود، آن را از 20 تا 30,000 روبلی می فروختند. دایره‌های صاحبکاری روسیه نیز از پیامدهای احتمالی نظام نو نگرانند. آنها میگویند محدودیت‌ها میتوانند مهاجران کاری را به کارهای غیر قانونی مجبور کنند و گذشته از این نارسایی قوه کاری را در کشوری که به نیروی مهاجران کاری زحمتکش سخت احتیاج دارد باز هم بدتر خواهد کرد.